السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. شکر میکنیم به الله سبحانه و تعالی و حمد میفرستیم و میگیم که اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك و درود میفرستیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. خب دوستان، ما و شما در کجا رسیدیم؟ در درس هشتم، علوم محرمه البدعیه، یعنی علومی که اینا حرام هستن. العلوم المحرمة البدعية كالفلسفة والمنطق وعلم الكلام. اینا بعضی علوم هست، علوم بدعتی هست. علوم بدعتی، علوم چرا علوم بدعتی میگن؟ و اما حافظ ابن رجب رحمه الله میگه و اما ما احدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها اهلها و سموها علوما. میگه علوم بدعتی علم های است که ایره بعضی ها بعد از صحابه، در وقت صحابه نبود، بعد از صحابه بعضی هایی چی کردن؟ یاره نو ایجاد کردن، این علوم نو ایجاد کردن و دو توسع کردن، بسیار در خودم مشغول ساختن و سموها علوما. ایره علم حساب کردن، گفتن یا علم هستن، این علم است. و ظن و به این گمان و عقیده بدن که ان من لم یکن عالما بها فهو جاهل او ضال. به این سرحد رسید، گفت اگر این علم تو یاد نداشته باشیم، یاد نداشته باشه کسی، او جاهل از گمراه است. فکلها بدعه، یا علم میگه کلش یا بدعت است. چرا؟ انتقال علم فلسفی، عقلگرایی فلسفی یونانی و ای باز از این مثلا علم منطق ارسطو و بعد از علم کلامه که مثلا علم کلامه که اینا با ساختن از منطق و از فلسفه استفاده کردن، یک علم به نام علم کلام ساختن و این علم حاکم ساختن بالای همه چیز. هر چیز، مثلا قرآن، آیات قرآن، صفات الله را، افعال الله را، کلش با عقل خود زیر از قرار میدادن که اگر با عقلش یا با فکر خودش با اینمی قواعد منطقی و با می قواعد فلسفی و علم کلام جور میامد، قواعدی که کلش اساسش چی است؟ عقل است. حالا اگر انسان با عقل خود میتونست که به حق برسه و هم تمام حقیقت ها را درک بکنه، پس ضرورت با آمدن پیغمبرها چیست؟ اوج فیلسوفا خود زیاد وجود داشتن و چرا بسیاری از فلاسفه کافر هستن، مشرک هستن، خودشان بت پرستا بودن. اینا خیستن از اون بت پرستا فیلسوفای یونانی که اصل از اونها چی بودن؟ در شرک و در کفر مبتلا بودن. ما شما علمیه اینا ایره از آوردن علم کلام ساختن و ایره شروع کردن به تدریسش در مدارس، در پوهنتون ها، در فاکولته های شرعیات و در اینجا یک درس دادن، هم خود گمراه کردن، هم شاگردای خود گمراه کردن. این عالم چی میگه؟ فکلها بدعه، هی کل ذی بدعت است و هی من محدثات الامور المنهی عنها. این حافظ ابن رجب رحمه الله میگه که این از جمله اونمو چیزهای جدیدی که در دین داخل شده. یعنی بدعت چی رو میگن؟ بدعت رو میگن یکی بدعت لغوی هست، یکی بدعت اصطلاحی هست. بدعت لغوی هی است که مثلا هر چیز نو بدعت میگن. اینالی در لغت هست، در لغت بر هر چیز بدعت گفته میشه. مثلا یک نفر میگه بسیار خوب شعر بدیع، خب یک شعر جدید و خوبش لوکس گفت. لکن بدعتی که در اینجا مقصد هست، بدعت است که چیزهای جدیدی میاره و او رو در دین داخل میکنه، در عقیده داخل میکنه، در عبادات داخل میکنه، در احکام اسلامی داخل میکنه و او رو جزء اسلام قرار میده. این بدعت است. اینا یا آمدن فلسفه عقلگرایی کفری را گرفتن و از این استفاده کردن و آمدن این مخلوط ساختن با احکام اسلامی و احکام اسلامی رو تحت روشنایی از این مطالعه کردن با امی منطق و فلسفی یونانی و این نامش ماندن علم کلام. این علم کلام که نامش ماندن و گفتن که کسی که علم کلام یاد نداشته باشه او رو گفتن این جاهل است، این گمراه است. یعنی خودشان خود میگه ما خود رسیدیم، حتی دیگران را
کسایی که مثلا به منهج سلف صالح هستن از قرآن و سنت استفاده میکنن و از این فلسفه و منطق و علم و کلام یاد دوری میکنن، میگه اینا جاهل هستن و گمراه هستن. این عالم میگه کلش بدعت هست. وقتی که کلش بدعت شد و کل بدعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بدعت اصطلاحی و کل بدعت دلاله. هر نوآوری چیزی که در دین تو داخل میکنی این چی هسته؟ این گمراهی است. و هی من المحدثات الامور المنهی عنها. یعنی هر کلمه از این عالم که هست برای ما و شما یک درس بسیار بزرگ هست، بسیار درس بزرگ است. الله رحمش بکنه و الله جنت جایش بکنه که چقدر این عالم بوده و چقدر گپای دقیق و خوب میگفته. خب ببینیم که در شرح از شارح چی میگه؟ میگه ثمت علوم مستحدثه او مستورده من الکفار. بعضی از علومی هست که یا جدید هستن یا وارد شدن از کافرها، مثل فلسفه. این فلسفه از کجا آمد؟ از یونان آمد. بعضی ها باز فلسفه فارس هم گرفتن، بعضی ها باز فلسفه هند هم گرفتن. این حال یاره که باز شما مطالعه بکنین، پسان در کتاب ها وقتی که میخوانین کسایی از فلسفه هندوها استفاده کردن، او در طریقه های را جور کردن که کلش بدعت ها اینا را منجر ساختن. کسی ها از فلسفه های مثلا فارس استفاده کردن، دو خطرهای از اونها رسید و کسایی از فلسفه اغریق و یونان استفاده کردن. این حال اینمی علومی که از فلسفه و کلام هم چی است؟ کلام هم از امو برگرفته شده از اونمو قواعد فلسفی هست. و المنطق و منطق ارسطو که منطق ارسطو میگن، اینا هستن. این چی هست؟ حالا ما شما باید بفهمیم که فلسفه چی است. اینال علما میگن الفلسفه الیونانیه والتي تجعل العقل مصدرا لكل شيء. مشکل فلسفه چی هست؟ اول ما شما منهج اسلام رو بفهمیم. باز بیم سر از این فلسفه. ما مسلمان ها منهج ما چی هست؟ منهج ما مسلمان ها این هست که اهل سنت و الجماعت که ما یکی محسوسات داریم، یکی معقولات داریم، یکی تجربیات داریم، یکی تصدیقیات داریم، یکی غیبیات داریم. 5 چیز. این حال وقتی که ما محسوسات داریم، ما من حیث یک مسلمان در مسائل محسوس، این گلاس آب هست، آیا این آب پاک است؟ یعنی رنگش خوب است، مزهش هم خوب است، بنان این آب پاک است، اینا می نوشیم. این حال در محسوسات از چی استفاده میکنیم؟ از حس استفاده میکنیم. در محسوسات از چی استفاده میکنیم؟ از حس استفاده میکنیم. پس مجال محسوسات چی است؟ حس است. چیزهایی که مثلا حس میشه، حس سامعه داریم، حس باصره داریم، حس لامسه داریم، حس شامه داریم. اینی که احساس. در معقولات چیزهایی که معقول است از عقل استفاده میکنیم. چیزی که در چوکات عقل میه، مثلا وقتی که دروازه تق تق شد، عقل ما بر ما میگه که در پشت دروازه حتما یک کسی هست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. مثلا وقتی که یک برگ درخته میبینیم، برگای درخته میبینیم که درخت است و در هر برگ از تا با بالا رفتن و این مثلا وقتی که به حساب علمی و ساینسی بیلی که مثلا این تنفس میکنه و این مثلا تغذیه میشه و این مثلا زندگی میکنه، این برگ که در آخرین منطقه، این حالا هر برگ برای ما قدرت خالق متعال نشان میده. اینجا عقل ما برای ما میگه بنابراین هر چیزی را که میبینیم، وقتی که آسمان رو میبینیم میگیم این آسمان چی داره؟ خالق داره. مثل که از یک کسی پرسان کردن، بسیار مسلمان عادی بود، در یک صحرا پرسانش کردن، گفتن که تو خالق متعال میفهمی؟ گفت بله. خالق قبول داری؟ میشناسی؟ گفت بله میشناسم. از چی میشناسی؟ گفت البعرة تدل علی البعیر. گفت وقتی که مثلا ما در بیرون مبرایم، وقتی که در صحرا مبرایم، اینجا میبینیم که مشغل شترها هست، پس دلالت میکنه که از اینجا یک شتر تیر شده. عقل ما برای من میگه وقتی که پشقل صحرا دیدیم میفهم که از این صحراش، از این راه شتر تیر شده. اگر چاپ قدم هایی که از را دیدم، عقل ما برای من میگه که از اینجا یک شخص تیر شده. پس چاپ قدم دلالت میکنه به شخص و این پشقل دلالت میکنه به شتر و این شخص که فی آسمان ها و زمین و این کوه ها یا دلالت میکنه به خالقی که اینا را خلق کرده. پس ما در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در چیزهایی که معقولات است از عقل استفاده میکنیم. ولو کنو انسان صحرایی بی سواد از عقل خود استفاده کرد، به حقیقت است. در مسائل علوم تجربی که است، مثلا ساینس است، در مسائل ساینسی ما مثلا از لابراتوار در مسائل تجربی ساینس استفاده میکنیم.
لابراتوار داریم، میکروسکوپ است، تلسکوپ است، دیگه مسائل علوم تجربی از تجربه استفاده میکنیم. در تصدیقات چیزایی که تصدیق میشه قلب است که وقتی اقرار به زبان میکنیم ایمان داریم به زبان خود میگیم، قلب مورد تصدیق میکنه خالق متعال ذات یگانه هست. میمونه غیبیات. در غیبیات چی میکنیم؟ در غیبیات و احکامی که الله متعال بر ما داده هست در این چی است؟ به وحی اکتفا میکنیم. بناء الله بر ما الله که ما را خلق کرده بر ما حس داده، بر ما عقل داده، بر ما علم داده، بر ما قلب داده و بر ما وحی داده هست. اینا هر کدامش در جایش استعمال میکنیم. در امور غیبی که مثلا صفات الله هست، ذات الله هست، افعال الله هست، آمنا و سلمنا در کیفیتش مداخله نمیکنیم، امور غیبی هست. وقتی که برای ما گفته شده که الله سمیع است، ایمان داریم که سمیع هست. وقتی که میگیم بصیر است، خبر داریم که ایمان داریم که الله میبینه. عالم الغیب است، ایمان داریم که الله عالم الغیب است. رحمان الرحیم است، ایمان داریم که الله صاحب بخشنده و مهربان است. این مسائل عقیده صحیح اهل سنت و قرآن و سنت و عقیده سلف صالح است. عقیده اهل بدعت چی هست؟ که این بدعتی ها چی کردن؟ مثلا اول عقیده کفار هست که اونا کافرات چند بخش تقسیم شدن. یک تعداد ماده پرست هستن که در عصر آزادی که اینا ماتریالیست هستن، ماده پرست هستن. اینا میگه که هر چیزی که ما برای رسیدن به حقیقت فقط از حس استفاده میکنیم. خب دیگه چطور میکنیم؟ نه چیزی که ما بچش نبینیم او رو ما قبول نداریم. یک تعداد عقلگراها آمدن مثل افلاطون و سقراط و اینا که آمدن یا گفتن که اصل عقل است، بناء بر رسیدن به حق ما از عقل استفاده میکنیم. خب در غیبیات و در مسائل وحی و در قرآن و در سنت و در کتاب‌های آسمانی در چی میکنن؟ گفتیار هم زیر عقل خود قرار میدیم. ما میگیم که نه، قرآن و سنت حاکم است. وقتی که عقل ما چیزی را نفهمید ولی در قرآن و سنت آمده بود، ما به ایمان دارم و قبول میکنم و تسلیم هستم. یا میگن نه، برعکس عقل ما حاکم است. قرآن هم باید با عقل خود ببینیم و سنت هم با عقل خود ببینیم، صفات خالق هم با عقل خود، افعال خالق هم با عقل خود. اگر در عقل ما مثلا جور نامد، ما ایره یا تعویل میکنیم، تحریف میکنیم و انکار میکنن. اینی مشکل است. پس فلاسفه یونانی کی هستن که بدعتی های کلامی ها از اونا علم خدا گرفتن؟ اینا الفلسفه اليونانیه والتي تجعل العقل مصدرا لكل شيء. اصل فلسفه چی هست؟ که عقل مصدر کل چیز خود قرار میده و هو الحاکم علی کل شيء. پس عقل حاکم است بر هر چیز، کل چیز محکوم است، عقل حاکم است. این خطر شد. لقد كانت الفلسفة اليونانية وفلسفة تلامذتها من المنتسبين للإسلام مجرد طرف عقلی. یکی از علما میگه این فلسفه یونانی که بود و فلسفه تلامذتها و فلسفه شاگردای امی یونانی ها، شاگرداشان کسایی بودن که فلسفه را از اونجا آوردن، شاگردی از اونا را کردن. کسایی که من المنتسبین للاسلام، اینی کسایی که خود به اسلام نسبت میدادن، باز میگفتن فلسفه اسلامی. این میگه اینا چی هستن که یا مسلمان نیستن که خدا نسبت به اسلام میتن، مجرد طرف عقلی، مجرد یک چیز عقلی هست. اذ هی نتاج الاخیلة والاذهان. میگه چرا؟ میگه این نتیجه خیال ها و ذهن است. در ذهن خیال میاره، به اونم خیال خود هر چیز حکم میکنه. لقد تأثروا بالفلسفه اليونانیه الى حد بعید. همین فلاسفه‌ای که خدا من نسبت به اسلام میتن و مسلمان نشدن نیستن، بسیاری از اونها بسیار کفریات دارن که در این باره بخوانی و اینا چی میگن؟ یا متأثر به چی شدن؟ به فلسفه یونان تا بسیار به اندازه دور. حیث اصبح الفلاسفه اليونان، میگه گشت فلاسفه یونان مثل خصوصا ارسطو و افلاطون استادای از اینا شد، اساتذه لهم و اندفعوا بغیر هدى للتوفیق بین الفلسفه اليونانیه و بین العقیده الاسلامیه. یا چی کردن؟ یا بدون هدایت خواستن که بین فلسفه عقلگرایی و بین عقیده اسلامی اینا چی کنن؟ که ایره چی کنن؟ میخواستن که بین از یک چیز گپ پیدا بکنن. فلسفه
کفری بت پرستی را امرای اعتقادات اسلامی قطع کردن. این از یک چیز چی جور کردن؟ یک چیز جور کردن از کفر و از اسلام، یک چیز دیگر آمدن جور کردن به نام علم کلام. این بسیار خطرناک است. قال السیوطی فی قصه دخول الفلسفه اليونانیه، امام سیوطی در قصه دخول فلسفه یونانی در بین مسلمانان میگه چه قسم همین فلسفه یونانی اینجا آمد؟ میگه اول حوادثی که ایجاد کردن گرفتن آوردن کتاب‌های یونانی به سرزمین مسلمان‌ها بود که اینا را ترجمه کردن به عربی و در بین مسلمان‌ها همین کتاب‌ها تیت شد. و سبب از اینکه از سرزمین روم به طرف بلاد اسلام آمد، میگه یک کسی به نام یحیی بن خالد بن برمک بود. یحیی بن خالد برمکی، این برامکه یا برمکی ها در عصر هارون رشید بودن دیگه. باز عصر پسرای از من خواب این میگه چی کرد؟ میگه چی کرد؟ میگه طلب من ملک الروم ان یبعثها له. یحیی بن خالد برمکی چی کرد؟ از اونا خواست، از رومانی ها، که همین کتاب هایتان برای ما روان بکنین. ملک روم برای مشاورین خود جمع میکنه و برای مشاورین خود میگه که اینه تو یک کسی از اونجا از خلافت اسلامی، این یک کسی هست که برای ما یک خط روان کرده و طلب کرده امی چی را؟ امی کتابای فلسفه را. این ملک روم یا چی کردن؟ واخو امی کتابای فلسفی که مردم گمراه میکرد و اعتقادای مردم خراب میکرد، یا امی کتابا را در یک جای، در کتابخانه مخصوص در یک جای قلف کرده بودن. حتی مگه در یک چای را اما تو انداخته بودن، سرش بسته کرده بودن در داخل قصر که به دست کس نرسن. میگه وقتی که اینجا آمد این پادشاه روم این گپ کشونید، خط از که دید بسیار خوشحال شد، چرا که میخواد دشمن جنگ فکری بکنه. این جنگ فکری هست. چی کرد؟ این کل کتاب‌های که از اونجا بود آمد، اول همین مشاورین خدا و همین پاپ و کشیش و یارا کلشان جمع کرد و یارا گفت که این تو یک خط برای ما آمده. اونا گفتن که تو چی میخوای؟ گفت نظر تو چی است؟ پادشاه گفت نظر من این است که به نظر من شما هم مرا مشوره بدین که اگر این کتاب رو روان بکنیم، این رو ما اینجا قلف کردیم، بسته کردیم، مردم خراب میکنن، مردم بیدین میسازن. اگر برای اونا روان بکنیم در بین مسلمان ها تکه تکه میشن و فرقه ایجاد میشه و مردم به این مرض مبتلا میشن. اینا گفتن که بسیار خوب کار کردی، این بسیار خوب کار هست. فبعث بالکتب الی یحیی ابن خالد. میگه وقتی که برای یحیی ابن خالد رسان، فلما وصلت الیه جمع علیها کل زندیق و فیلسوف. ای از اونجا کل کسایی که زندیقا و فیلسوفایی که در اینجا داشتن در سرزمین فارس در اینجا بود. فلما خب اخرج منها کتاب حد المنطق قال ابو محمد ابن ابي زيد وقل من انعم النظر في هذا الكتاب وسلم من زندقه. دیگه او گفت که وقتی که کتاب حد المنطق کشید، گفت هر کسی که یک عالم چی میگه، ابو محمد ابن ابي زيد، که کسی که کتاب خوانده، یک کتاب منطق از زندیقیت، بسیار کم کسی است که نجات پیدا کرده. میگه باز از او چی کرد؟ وقتی که کتاب اینجا آمد، ایره گرفتن در بین مردم تیت کردن و تقسیم کردن و ترجمه کردن و یحیی مناظره میکرد و جدال میکرد و در دین. و صفدی میگه که فهذا الامر کان غیر مأمون قبل المأمون. میگه امی امر که کتاب ها از اونجا آمد، این کار اصلا علما میگن که این خط در زمان مامون روان کرده. یعنی بعضی میگه که همین کتاب ها خواسته شد توسط مامون، خواسته شد. مامون یک دار ترجمه داشت. این کارش اصلا هدف از او بود که دار ترجمه خود کل کتاب ها را ترجمه میکرد. ولی یک اشتباهی بود که انسان کل کتاب ها را باید، مثلا ما و شما که خوانیم که کدام علوم نافعه هست، کدام علوم مضره هست، کدام مثلا خوب است، کدام خراب است، یعنی کل کتاب ها را از هر جایی که پیدا میکرد بدون از اینکه امی چیز درک بکنه، امی موضوع را درک بکنه، کلی کتابا را خواست، حتی کتابای فلسفای یونان خواست. و بعضی علما میگه که نه، قبل از مامون رشید، در زمان هارون رشید، قبل از اونا که برمکی ها و یحیی برمکی بودن، میگه قبل از اونا این کتاب ها ایره خواستن. به هر صورت ای که مثلا اول او خواست یا ای خواست یا چی شد، خب هر بلا که بود، امی فلسفه یونانی به شکل از اشکال از اونجا انتقال کرد و آورده شد در بین مسلمان هم. این میگه نعم زاد شر شرا. میگه وقتی که کتاب ها اینجا آمد فلسفه، میگه
شری که در اینجا کدام فرقه های بدعتی که وجود داشتن هنوز توسط کتابا شر از اونا بیشتر شد و ضررا ضرری که بود هنوز ضررش زیاد ساختن و قویت به حجج المعتزله و غیرهم توسط از این میگه قوی شد امو دلایل معتزله که واصل ابن عطا برآمده بود از مجلس حسن بصری و بعض استدلال ها میکردن ایره که حالا خواندن کتاب های فلسفه را هنوز دلایل عقلی از اونا و گپای از اونا قویشتر شد و اخذ اصحاب الاهواء مخالفو السنة مقدمات عقلیه من الفلاسفه. این میگه اهل اهوا کسایی که مخالف سنت بودن اینا چی کردن؟ بسیار مقدمای عقلی از فلسفه گرفتن، اساس فکر خود و مذهب خود چی کردن؟ به حساب عقلی از فلسفه گرفتن، اساسش عقلی ساختن. فادخلوها فی مباحثهم و فرجوا بها مضایق جدالهم و بنوا علیها قواعد بدعهم فاتسع الخرق على الواقع. این میگه اینجا در بحث های خود همین موضوعات فلسفی را داخل کردن، در جدال های خود همین بحث های فلسفی را داخل کردن، قواعد بدعتی که ساختن، بعضی قاعده های عقلی ساختن که توسط از این قواعد بسیاری آیات قرآن و احادیث یا تحریف میکردن یا تعطیل میکردن یا تعویل میکردن، اینیا را جور کردن. میگه از این خاطر همین پارگی هنوز هم اینجا زیاد شد. و قال الملا علی قاری، ملا علی قاری کسی یکی از علمای حنفی هست، میگه وقد قال شیخ مشایخنا الجلال السیوطی، میگه شیخ مشایخ ما که جلال السیوطی هست میگه انه یحرم علوم الفلسفه، میگه یحرم حرام هست علوم فلسفه کالمنطق مثل منطق. میگه چه است این عالم؟ میگه شیخ مشایخ ما که جلال الدین السیوطی هست میگه اینمی قسم که فلسفه هم حرام است، همین قسم که منطق حرام است لاجماع السلفی و اکثر المفسرین المعتبرین من الخلف، به خاطر که مفسرین سلف اجماع کردن، سلف صالح، به حرام بودن فلسفه و منطق و اکثر مفسرین معتبر از خلف هم و من صرح ذلك و کسایی که این خوب تصریح داده ابن الصلاح و النووی، علامه ابن الصلاح و علامه نووی و خلق لا يحسن و بسیار علمای زیاده که تعدادشان زیاد است. فقط جمعت فی تحریمه کتابا، میگه درباره از این کتاب جمع کردم، نقلت فیه نصوص الائمه فی الحد عنه، میگه من دیگه چی کردم همو خواب، میگه خواب وقد جمعت فی تحریمه کتابا، در باره کتاب مولا علی قاری میگه که درباره از این کتاب نوشته کردم که در اون نقل کردم نصوص امو سخنهای ائمه را در زشتی یا بدی امی فلسفه و منطق. نام از کتاب چی است؟ شرح کتاب فقه الاکبر للامام الاعظم ابی حنیفه نعمان بن ثابت کوفی رضی الله عنه، شرحه الامام الملا علی قاری المتوفى سنه 1014 هجری در بیروت در دارالکتب این کتاب چاپ شده هست. خب دیگه که هست یقول احد الشیوخ، یکی از شیوخ چی میگه؟ و من المسلمین من اخذ بشیء من الفلسفه و ترک شیئا، میگه بعضی از مسلمان ها چی کردن؟ یک مقدار از فلسفه را گرفتن و یک تعدادش ترک کردن. فکان ما اخذه شر اقواله، آن چیزی که از فلسفه گرفتن امو زشتی ها و بدی های فلسفه را گرفتن و اقبس مقولاته و بسیار قولای خبیث و پلیدش گرفتن و هدم به ما قابله من نور الله و وحیه و توسط ازی آنچه که از فلسفه گرفتن از بین بردن بسیاری چیزهایی را که الله متعال او را هدایت دو بود و نور الله بود، یعنی توسط از اون شاگردای خود، مدرسه خود، جای خود از قرآن و سنت چی کردن؟ منصرف ساختن. و هؤلاء هم المتکلمون من الجهمیه، یا کی هستن؟ یا را معرفی میکنن، میگه یا متکلمین هستن از جهمی ها، یک فرقه به نام جهمیه هست، دیگه‌اش به نام معتزله هست، دیگه‌اش به نام اشعریه هست، دیگه‌اش به نام ماتریدیه هست. الذين اقاموا معرفتهم، امی متکلمین اینمی گروه ها هستند، کسایی که اقاموا معرفتهم بالله عز وجل على قواعد فلسفیه، که اساس اما معرفت خدا به الله به اساس چی گذاشتن؟ به اساس قواعد فلسفی گذاشتن. مما ظنوا انه لا يتعارض مع وحی الله و شرعه، یا به این عقیده بودن که آنچه که ما میکنیم میری از فلسفه گرفتیم ای به امرای وحی الله و به امرای شرعیتی در تضاد نیست. این قسم میگن و راحوا یحاولون تلفیق بین الوحی المنزل
و شرعت الفلاسفه و یا خواستن که تلفیق بکنن، گرد بکنن یک قسم مثلا بین از روی یک آشتی ایجاد بکنن بین چی؟ بین وحی منزله که قرآن و سنت است و بین آنچه که در فلسفه است. اینال از وحی و از فلسفه با هم تلفیق کردن، یک جای کردن، یک چیز جور کردن به نام چی؟ به نام علم کلام. و گفتن که این فلسفه است، ما با این فلسفه و با این منطق و با این علم کلام از اسلام دفاع میکنیم، از اسلام دفاع میکنیم و با همراه دشمنای اسلام مناظره میکنیم، گفتگو میکنیم. و این عالم میگه و انا یلتقیان، که این دو تا با هم یک جای جور میشن. وحی خو از جانب رب السماوات است. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. این وحی است. وقت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی از فکر خود و نظر خود سخن نمیگه، بلکه بلش وحی میشه. اینالی خاص جانب است. و ایده شما وحی الهی را باز ایده شما گت میکنیم به امرای سخنای مردمای فلاسفه که اینا بت پرست هستن، کافر هستن، عقلگرا هستن، بسیاریش به وجود الله ایمان نداره. اینا میگه که و انا یلتقیان، که ای با هم یک جای میشن. فرق است بین زمین و آسمان، در بین از اینا فرق است. بنابراین انسان به وجه راهنمایی و گمراهی میبره. قال شیخ عبدالله فقیه که از علمای دیگه شیخ فقیه هست، میگه واقع الفلسفه هو الخوض فی علم الكلام. واقع فلسفه چی است؟ داخل شدن است در علم کلام است. و تحکیم العقل هو الخوض فی علم الكلام و تحکیم العقل فی العقائد. دیگه یکی داخل شدن در علم کلام است و حاکم گردانیدن عقل در اعتقادات هست. و منها الالهیات و النبوات و الغیبیات، در مسائلی که مربوط به الوهیت الله میشه و در مسائلی که مربوط به رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله میشه و در مسائل غیبیات و دیگه یا چی رو داخل میکنن یا همین عقل حاکم قرار میدن. فرق است بین این مسلمانی که حاکم وحی را قرار بده. حاکم ما کی هست؟ الله هست، کلام الله هست و کلام رسولش صلی الله علیه و سلم، قرآن و سنت هست. اینا که اصلی حاکم است. عقل ما و حس ما و دانش ما و علم ما محکوم هست. آن چیزی را که وحی بر ما میگه، خصوصا در مسائل الوهیت و ربوبیت الله سبحانه و تعالی، در افعال الله، در صفات الله، در مسائل غیبیاتی ما تسلیم هستیم. عقل ما کیفیت از رو درک کردن نمیتونه. وقتی که درک کردن نمیتونه، پس ما به قصور عقل خود هستیم که عقل ما قاصر از غیبیات درک کردن نمیتونه، برای ما تسلیم وحی هستیم. اینا برعکس خیستن گفتن نه، عقل ما حاکم است. ما باید کل چیز، وحی هم که باشه، غیبیات باشه، نبوات باشه، الهیات باشه، صفات الله باشه، افعال باشه، کل شما با نگاه عقلی میبینیم. از این خاطر میگه و بسبب ذلك انحرف الفلاسفه فی العقائد انحرافات خطیره. میگه این کسایی که فلاسفه هستن که در بین مسلمان ها پیدا شدن و خود مسلمان میگن، میگه یا انحرافات بسیار خطرناک دارن. حتی قالوا بقدم العالم و نفی المعاد. حتی بسیاری از امی فلاسفه که به نام مسلمانی خود میگن، مثل ابن سینا و اینا، به قدم عالم و نفی معاد، مثلا آخرت نفی میکنن و ایگپارا عالم میگن قدیم هست و مثلا ایگپارا میکشن. پس اینال اینی بسیار خطرناک است. خطر است که باز کسایی که خدا نام خدا فیلسوف ماندن یا خوی خرابی ها را کردن، باز کسانی که خدا فیلسوف نمیگن یا از فلسفه استفاده کردن، یک علم دیگه ساختن به نام علم کلام. علم کلام یعنی علم مخلوطی که ما شما گفتیم که وحی را قرآن و سنت و دین با فلسفه و منطق چیز کلش یک جای کردن و از یک چیز به نام علم کلام ساختن.